خب سلام دوستان. امروز یک موضوع خیلی مهم راجع به اخلاق جنسی. بیاید اول از همه از اینجا شروع کنیم. نگاه کنید اینجا رو. و هرگز به عمل زنا نزدیک نشوید که کاری بسیار زشت و راهی بسیار ناپسند. سوره اسراء آیه 32. خب و دوباره اینجا حرام شد برای شما ازدواج با مادر، دختر، خواهر، عمه و حالا غیره که گفته شد توی سوره نساء آیه 22. اینا رو برید در بیارید بخونید خودتون. خب و ببینید که موضوع چیه، اصلی داستان چیه. به مردان مؤمن بگو تا چشمان از نگاه آلوده بپوشانند و فروج اندامشان را از گناه حفظ کنند. سوره نور آیه 30. آقا فروج، اینجا کلمه فروج به معنای پاکدامنیه. فرقی نمیکنه چه زن باشی چه مرد باشی، شما باید پاکدامن باشی. خب تا زمانی که ازدواج نکردی یا با کسی که محرم شما نشده نباید رابطه‌ای داشته باشی. این قسمتش خیلی جالبه. ای پیامبر به زنان و دختران خود و به زنان مؤمن بگو که خویشتن را به چادر بپوشانند. سوره احزاب آیه 59. میدونید چرا اینجا این سوره این آیه نازل شده؟ به خاطر اینکه مزاحمتی ایجاد نشه، به خاطری که حرمت زن حفظ بشه توی جامعه. فرقی نمیکنه. الان خیلی ها میگن آقا ما مثلا حدوداً چی میگن پیشرفت کردیم، آقا همه چی عوض شده فلان شده. اینطور نیست. ما همون آدماییم، هیچ چیزی عوض نشده، فقط تکنولوژی رفته جلو. همین، ما همون آدماییم. یعنی اگه شما رو برگردونن به 200 سال قبل بهتون بگن اثبات کن که شما از آینده اومدی، شما هیچ چیزی واسه ارائه دادن نداری. هیچی. یه آدم عادی به درد نخوری. غیر از این هم چیز دیگه ای نیست. یه حقیقته باید پذیرفت. و 1400 خورده سال پیش راجع به این صحبت شده بود. آیه 5 که توی سوره علامتون خودم حرام شد برای شما ازدواج با مادر، خواهر. سوره نساء آیه 22 اومده گفته. و بعد میان فیلم هایی رو، خیلی ببخشید که دارم روک حرف میزنم، فیلم هایی که تو سایت های مستجنی که بارگذاری میکنن و تماما روابط خانوادگی و واقعا یک هنجار شکنیه که انسان رو به سمت نابودی داره میبره. این سایت ها و پول هایی که دارن از توش در میارن و ذهن ها رو دارن شستشو میدن، انسان ها رو دارن برده میکنن. اینا همش حقیقت داره. شما باید به اون تکامل و لول بالای خودتون برسید. شما انسانید و مثل انسان ها زندگی کنید. خوب باشید. خوب بودن مگه چه ایرادی داره؟ چرا باید واقعا بعضی وقتا خسته میشم انقدر توضیح بدم. واقعا امیدوارم که متوجه شده باشید و هرگز به عمل زنا نزدیک نشوید که کاری بسیار زشت و راهی بسیار ناپسند است. آقا چه کار باید کرد؟ اینم یک بخش دیگه. اخلاق جنسی قسمتی از اخلاق به معنای عام است و شامل آن عده از عادات ملاقات و روش‌های بشری است که با غریزه جنسی ارتباط دارد، مانند حیا زن، غیرت ناموسی مرد، عفاف و وفاداری زن نسبت به شوهر، ستر عورت، حجاب زن، منع زنا و همجنس بازی. توجه کنید، منع زنا و همجنس بازی، حرمت نگاه حرام،
منع ازدواج با محارم، منع نشر صور قبیحه، منع نشر سوی. ببین صور قبیحه چیه که این چه قبل هم گفته شده؟ در واقع به شخصی گفته میشه که یک مکانی رو ایجاد میکنه و تو اون مکان دو تا شخص نامحرم، یعنی یک دختر و یک پسر، در اون مکان سکس انجام میده. اون شخص صور قبیحه در واقع تلقی میشه. حالا به اصطلاح عامیانه میگن جاکش در واقع، ولی خب اصلش صور قبیحه است. تقدس یا پلیدی تجرد و ترک ازدواج که الان توی ایران خیلی داره بیشتر میشه، خیلی خیلی زیاد. کسی دیگه ازدواج نمیکنه و همش اینا از رسانه‌های غربی صورت گرفته. چرا رسانه‌های غربی؟ حالا چون میخوان نسل ایرانی ها رو نابود کنن. یه حقیقته و باید پذیرفت. برای همینه که دارن روز به روز به اون فرهنگ و تمدن ایران لطمه میزنن و الان محتویات همش بلا استثنا مزخرف و خزعبلاتی که میان میگن. هیچکی دیگه نمیاد حقیقت رو بگه، چون حقیقت جذاب نیست، مثلا چیز خاصی توش نیست حقیقت. خب ببین مثل این میمونه که ما یعنی دو نفر باشیم و یک تصادفی رو ببینیم. خب من میبینم چیزی که من دیدم این بود که یک ماشینی اومد داشت با تلفن حرف می‌زد اون شخص و یه لحظه حواسش نبود زد به ماشین جلویی. همین، این اتفاقی بود که من دیدم. اما چیزی که دوست من دیده بود فراتر از این بود. اون میگفت که نه، اون شخص داشت با دوستش پشت تلفن بحث میکرد، فلان میکرد، فوش میداد، بعد حواسش پرت شد داشت دختر رو میدید یهو زد به ماشین. خب با جزئیات بیشتر و اون شاخ و برگ هایی که بهش داده بود. حالا من اصلا اونجا همچون چیزی رو ندیدم که مثلا توش طرف برگرده نمیدونم دختر رو ببینه و فلان و اینا. شاخ و برگ هایی بود که اون دوست من اضافه کرده بود. اما حقیقت این بود که اون شخص فقط داشت با تلفن حرف میزد و یک لحظه حواسش پرت شد زد. همین، هیچ چیز خاصی نبود، چون دقیقا اون چیزی که دوستم دید منم داشتم میدیدم. اون شخص هم بر نگشت که یک دختر رو ببینه فلان. اصل داستان اینه که برداشت های اشتباه میشه و همین برداشت های اشتباه باعث میشه که انسان های بیشتری دچار سردرگمی و اشتباهات متعددی بشن که من امیدوارم درست بشه، ولی محال درست شدنش. تا زمانی که حقیقت رو نپذیریم واقعا یک چیز محاله. اینی که مثلا خجالت بکشید از نوع پوششتون، این که مثلا همین الان من توپق زدم آقا پوششتون، گفتم پوشششون آقا 2-3 بار اشتباه. خب اتفاق پیش میاد، این چیز خاصی نیست، اتفاق خاصی نیفتاده. اینکه یه سریا مثلا میان و همینطوری مثلا بلاگر میشن یا از رو بی محتوا بازدید میگیرن، اینا واقعا یک مستهجنه، یک چیز بی ربطیه که دیده میشه، ارزش گذاری میشه اون وقتی که داره از شما حروم میشه. ولی چه فایده؟
ای که شما نادون از دنیا بری یا فهمیده از دنیا بری چه فایده؟ دقیقا فرقش همینجاست. اون شخصی که فهمیده بوده دنیا رو یه جور دیگه میبینه، دنیا براش یک شکل دیگه ایه. کسی که به کمالات رسیده باشه دنیا براش یه چیز دیگه است، یک حس دیگه ای داره. و اصلا بحث ما در واقع روی چی بود؟ روی اخلاق جنسی که این همه توضیحات اومده راجبش، این همه توضیحات اومده، همه چی راجبش توضیح داده شده. راجب خودشناسی هم حتی گفته شده، راجب خودسازی هم حتی گفته شده. ولی خب چه فایده؟ چرا عمل نمی کنید به این حرفا؟ آقا شما نباید کسی رو مسخره کنید. شما به عنوان یک انسان حق نداری کسی رو مسخره کنی. چرا؟ چون خداوند کسانی را که مسخره میکنن رو دوست ندارد. دیگه چجوری باید بگه؟ نکنید، این کار درست نیست. مسخره کردن یک نفر چه چیزی رو عاید شما میکنه؟ آقا من یکی گفتم مسخره نکن، میگفت حال میده بهم. گفتم آقا تو روانی مریضی اصلا. تو روانی مشکل داری. چرا باید با مسخره کردن یک شخص دیگه تو لذت ببری؟ این درست نیست. بعد ما میایم میگیم آقا این کار رو نکنید، سوژه میشه، مسخره میکنن. شخص بزرگی میاد میگه آقا این راهش نیست، دروغ گفتن کار درستی نیست. نه آقا همه دارن دروغ میگن فلانه، شما فقط ما رو میبینی. اصلاح سازی از خود آدم شروع میشه، از داخل خونه شروع میشه. الان اصطلاحا بهش میگن دیسیپلین، اگه اشتباه نکنم میگن آقا دیسیپلین، نمیدونم نظم داشته باش. من این کتابی چند وقت پیش داشتم میخوندم، عادتهای اتمی اسم کتابه بود. و برای اینکه میگفت اون شخص نویسنده اسمش یادم نمیاد، ولی میگفت برای اینکه آدم با نظمی باشی باید زمانی که از خواب بیدار شدی رخت خوابتو جمع کنی یا مرتب کنی. نظم رو یاد بگیر. منظم بودنه یه امتیاز خودش. کم کم اون نظمه باعث میشه که شما پیشرفت کنی، باعث میشه که همه کارات کم کم منظم بشه و فکرهای درگیری نداشته باشی. یعنی پرش افکار نداشته باشی که از یه بحثی به توی بحث دیگه، از یه چیز دیگه به توی چیز دیگه. الان خود منم دقیقا همین کارو کردم و بحث من روی جنسی بود که متاسفانه رفتیم رو چیزهای دیگه. خب حالا فلش بک میزنیم دوباره رو همین موارد.